و رحمت خدا بر همه عزیزانم در خداوند. من امشب یه ذره سرما خوردم یا یه ذره گلوم، صدام فکر میکنم نمیدونم صدام خوب میاد نمیاد، ولی به هر صورت لطفا اگر که آب زیاد خوردم یا سرفه کردم این عذر من رو قبول کنید. خیلی از نظر صدای خوبی ندارم. برای این فرصت خدا رو شکر میکنم و ممنون هستم از خداوند که این فرصت رو داد تا آنچه که از قلب خداوند از کلام اوست رو امشب بتونم با شما در میون بذارم که توی قلبم بود. پس دعا کنیم و سریع بریم که خیلی کار داریم. پدر جان ممنون هستیم برای این فرصت بی همتای تو. ما میدونیم روزهای بدن، روزهای کلیسای تو روزهایی نیست که تو به ابد باشه و محدوده و متشکریم که امروز در کلیسای تو و در بدن تو هستیم و میتونیم ای خداوند که در این مسیر از قلب تو بفهمیم، یاد بگیریم، از قلب تو برکت بگیریم و ای خداوند این رو به عزیزانمون اعلام کنیم، همینطور که تو میخوای که بدن تو همواره خودش رو احیا کنه، بدن تو خودش رو تعلیم بده از کلام تو و از روح قدوس تو خداوند. پس دعا میکنم آنچه که امشب گفته میشه، دانه‌ای که کاشته میشه ای خداوند به جهت ملکوت تو 30 60 و 100 ثمر بیاره، باشد که سخنان زبان و تفکر دلهای ما منظور نظر تو باشد ای خداوند. آمین و آمین و آمین. عنوان پیغامی که تو قلبم بود با شما در میون بذارم، بنبستا محل ملاقات دوباره، این چیزی بود که تو قلبم بوده با شما در موردش صحبت بکنم. پس این پیغام برای تو اگر امروز تو بنبست هستی، نمیدونم چند تایی شما تو بنبست هستید، نمیدونم موضوعاتتون چه چیزایی هست، نمیدونم با کی به مشکل خوردید، نمیدونم با چی به مشکل خوردید، اما میخوام بگم که فکر خدا فوق از فکرهای انسانه و آنچه که او تفکر میکنه با من و شما خیلی فرق میکنه. خیلی وقتا هستش که خدا اصلا میبره، اجازه میده، میکشونه توی بنبست به خاطر اینکه راه دومی نداشته باشه. گاهی اوقات نمیدونم تا حالا برات اتفاق افتاده یا نه، به یه جایی رفتی که هیچ راهی نداشتی، نه جلو نه پس نه چپ نه راست. من دعا میکنم که اگر که ضعیف شدی در ایمانت، اگر که موضوعات دنیا خیلی تو رو به هیجان در آورد و تو رو به دور دست ها برد، خدا تو رو بکشونه توی اون بنبست تا توی اون بنبست دوباره با تو ملاقات بکنه. گاهی اوقات فکر میکنیم بنبست تا اتمام همه چیز. من میدونم خود من هم بارها توی اون قرار گرفتم، به یاد میارم بارها که فکر کردم دیگه زندگی من تمام شد، دیگه فرصت من تمام شد، دیگه شانس من تمام شد برای زنده بودن و زندگی کردن. اما اون خدا فکرهای او کاملا عجیبه و فوق از فکرهای من و شما هستش. پس بذارید با هم دیگه ادامه بدیم. شما میدونید جهان بر 3 چیز استواره. این جهانی که میگم حتی جهان عادی در محیط، در زیر دستای جهان روحانی و معنوی هستش. پس اگه اینطوری بگیم جهان استواره بر 3 ستون. اولین ستونی که جهان بر روی اون استواره توراته. تورات قلب پدر از قدوسیت، تورات قلب یهوه خدای قادر مطلقه. توی رومیان 7:12 اینطوری میگه بنابراین شریعت به خودی خود مقدس است و تمام احکام آن مقدس و عادلانه و نیکوست. تورات کتاب عهد قدیم یک پیغام مهم داره برای همه ما. اون پیغام مهم میدونین چی هستش؟ آره، اون پیغام مهم اینه: نجات دهنده ماشیخ بن داوود خواهد آمد. پس تورات اینو میگه، پسر داوود میاد، نجات دهنده میاد. تمام کتاب از ابتدا تا انتها این رو داره میگه، از اول پیدایش تا انتهاش. پس اولین ستونی که جهان بر روی اون استواره، عالم روحانی و عالم مادی، تورات هستش.
که قدوسیت خدا رو داره نشون میده. دومین ستونی که جهان بر روی اون استواره نظام قربانی هست. شما نظام قربانی رو از تورات بکش بیرون، هیچی توش نمیمونه، تو نمیتونی به حضور خداوند بری، اصلا امکان نداره. توی پیدایش خدا نشون میده وقتی که آدم و حوا گناه میکنن تنها راه ادامه اون قربانیه که خدا میکنه و بعد نظام قربانی رو میاره در تورات قرار میده تا به واسطه نظام قربانی در معبد خدا کاهنین خدا، قوم خدا به نزد او برن. پس این نظام قربانی چگونه او این رو توی عهد جدید آورده و نشان. تمام نظام قربانی رو در عیسی خلاصه کرده. عیسی قربانی سوختن، قربانی کامل، قربانی گناه، قربانی جرم، همه چیز روی صلیب بود و این کامل و این به این شکل فیضش رو اومد و نظام قربانی رو هم اونجا استوار کرد. توی دوم قرنتیان 5:21 اینطوری میگه مسیح کاملا بیگناه بود ولی خدا به خاطر ما او را بیگناه نشناخت تا ما به وسیله اتحاد با او مانند خود خدا کاملا نیک شویم. پس دومین موضوع و دومین ستون نظام قربانی بود که این نظام قربانی به واسطه قربانی عیسی مسیح پسر خدای زنده به انجام رسید. اما یک ستون دیگه وجود داره. اوکی، تا اینجا 2 ستون بوده، ماشیخ خواهد آمد، تورات، شریعت، و دومین ستون نظام قربانی، تمام نظام قربانی که عیسی مسیح به عنوان قربانی کامل سوختنی این رو به انجام رسوند و اون ایثار خودش رو انجام داد، اون فیض خودش رو نشون داد. اما سومی خیلی مهمه، این در دوران کلیسا، در دوران بدن مسیح، در دورانی که من و تو وجود داره. ببین من و شما اولین و دومین رو کاملا داریم. پس ما چون ما نجات رو داریم، پس شریعت خدا بر قلب ما مکتوبه، روح القدس اونجا مراقب هست، الزام داره، بر ذهن ما مکتوبه و فیض رو داریم، نجات رو داریم چون قبول کردیم اون قربانی رو. پس هر دو رو داریم. قبل اینکه سومی رو بگم بذار من عنوان پیغام رو یه بار دیگه به شما بگم. بنبستا محل ملاقات دوباره یا تجدید اون ملاقات هستش با خدا. عنوان پیغام ما اینه، بنبستا محل ملاقات دوباره. سومین ستون که اساس رو تشکیل میده عمل صالح هست، عمل نیکو. الزام روح، عمل روح به جهت تبدیل شدن به شباهت پسر یگانه، به جهت تبدیل شدن به آن چیزی که خداوند توی غلاطیان داره در موردش صحبت میکنه، در مورد ایجاد ثمرات روح. اگر یوحنا 15:2 رو با هم دیگه بخونیم اینطوری میگه. انجیل یوحنا فصل 15 آیه 2 میگه هر شاخه‌ای در من که میوه نیاورد، اصلا اساس اینه، عیسی هست، عیسار هست، ماشیخ خواهد آمد. عهد قدیمی رو میگه ماشیخ خواهد آمد، عهد جدید میگه ماشیخ آمد. اگر اینو داریم، عیسی رو داریم، هر شاخه‌ای در من که میوه نیاورد. خیلی اینا نکات اساسی زندگی ایمان مسیح هستش. آن را دور میسازد. شوخی نداره که، با من و تو هم تعارف که نداره که، خونشو داده، خون پسر. میگه به گرانبهاترین ثمن خریداری شدید شما. و چی؟ اصلا داستان خریداری شدن من و تو برای چیه؟ دقت کنید. دور می‌سازد و هر چه میوه آرد آن را پاک می‌کند تا بیشتر میوه آورد. پس اساس داستان اینه، من و تو آمدیم تا میوه بیاریم و با میوه های خودمون چیکار میکنیم؟ اون عمل صالحی که داریم انجامش میدیم، به واسطه قوت روح القدس بیایم و پدر خودمون رو بشناسونیم، در واقع بیایم و خدا رو جلال بدیم. یوحنا 5:4 اینطوری میگه در من بمانید و من در شما. چرا؟
همچنان که شاخه از خود نمیتواند میوه آورد. دست دلیل در من ماندن میوه آوردنه، یعنی بعد میوه بیاری. حالا ادامه میدیم با هم دیگه. اگر در تاک نماند همچنین شما نیز اگر در من نمانید. همینطور من تاک هستم و شما شاخه ها. آیه بعدش آنکه در من میماند و من در او میوه بسیار میآورد. میوه میآورد، زیرا که جدا از من هیچ نمیتوانید. تمام، ببین وقتی میگه هیچ نمیتوانید، بذار من اینطوری بگم، تمام آنچه که مقابل کلمه هیچه میوه است. یادتون نره ما گفتیم جهان بر 3 ستون استواره: تورات، نظام قربانی و عمل صالح یا میوه نیکو. پس اینطوری میگه هیچ نمیتونید بکنید، اما اساس تمام آنچه که میتونیم بکنیم که میوه بیاریم برای جلال نام خداوند. یوحنا 15:8 اینطوری میگه جلال پدر من آشکار میشود به اینکه میوه بسیار بیاورید. این فرمانه، این برید انجام بدید. فرزندان من، برادران من، خواهران من، برید انجامش بدید. همطور که میگه توی متی 28:19 میگه بروید و تمامی قوم ها رو شاگرد. اینجا میگه برید میوه بیارید. اگه نیارید دورتون میکنم. شوخی هم ندارم باهاتون. به بهانه اسم من نمیتونید در جا بمونید بی برگ یا خشک بشید. یه کاری میکنم که دور بشید. اوکی، میوه بسیار بیاورید و شاگرد من. اگه میوه نیاری شاگرد نیستی. پس اگه میوه نمیاری الکی به خودت نناز که من شاگرد عیسی، من شاگردم و من دارم، من مسیحی هستم. اصلا مسیحی یعنی شاگرد. از اساس داستان این که من یک مسیحی هستم یعنی من شاگردم. اگه نیستی برو تفتیش کن خودتو. اساس مسیحیت یعنی که شاگرد باشم. هر کجا احساس کردی دیگه شاگرد نیستی، کاسه کوزت رو جمع کن برو. هر کی هستی، هر چی هستی، فرقی نمیکنه. جایگاه هر جایی که هستی، هر جایگاهی که داشته باشی، هر جایگاهی. من اینو دوباره و 10 باره میگم. اوکی، پس اما چقدر زیباست این آیه. ادامه میدیم این 4 تا آیه رو بخونم. یوحنا 15:16 الان میگه، حالا یه دقیقه اینجا گوش بده. میگه شما مرا بر نگزیدید بلکه من شما رو برگزیدم. من دوست داشتم خیلی با شعف اینو موعظه کنم ولی صدام این اجازه رو بهم نمیده. میگه شما مرا بر نگزیدید بلکه من شما رو برگزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید. شما رو مقرر کردم بروید و میوه. قراری غیر از این وجود نداره، اصلا وجود نداره. خب آره، من او قرار داد در کلیسا شبانان، رهبران، معلمین و همین. خدا رو شکر. اما اساس اینه مقرر کردم به شما گفتم برید میوه بیارید. اگه تو میوه نمیاری من الان بهت میگم چه اتفاقی میفته. و میوه شما بماند تا هرچه از پدر، اگه میوه میاری هرچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا میشه. این بذار من همتون از توهم بیارم بیرون. اول خودم و بعد این موضوع اول برای خودم میگه. وقتی از این کلمات استفاده کردم برای دوست تفاهم نشه که من اینجام شما اینجا یا یکی اینجا یا نه اصلا اینطوری. برای هممون ما دعا میکنیم به نام عیسی مسیح چون فرزندان خداوند هستیم و خداوند باید. چه بایدی؟ کجا؟ ای خدا من بشکن بتره کجایید؟ خدا به آدم گفت آدم کجایی؟ ای فکر کردی من دعا میکنم به نام عیسی مسیح اما وقتی زندگی من میوه نداره؟ خب کلام خدا که نقض نمیشه که برادر من، خواهر من. وقتی تمام وجود تو پر از تلخی و فریاد و داد و بیداد و ناراحتی و چه میدونم 1000 تا موضوع دیگه است و یه قدم نمیتونی ملکوت رو جلو ببری یا خودت بری، چطور میشه دعا کنی که هرچه در نام من؟ خیلی این مثل توی یه سری از ایماندارا
ایماندارایی که حالا خیلی چیز نیستن، خیلی دوست دارن توهم بزنن. اون روز به یه برادری گفتم برادر جان توهم نزن عزیزم، اینطوری نیست که هرچه در نام مسیح بخوای، آیه داره بخون. پس اینطوری میگه من شما رو برگزیدم تا برید میوه بیارید، میوه شما بماند. بعد از اینکه میوه شما ماند، هرچه از پدر به اسم من طلب کنید، اون وقت میفهمی چی طلب کنی، اون وقت میفهمی چی دعا کنی، اون وقت میفهمی چی باید بگی. پس طلب کنید به شما عطا کند. من یه وقتایی میبینم بعضی عزیزان دل من، قلب من، متاسفانه حتی بعد از سالها نمیدونن که دارن چی کار میکنن و فکر میکنن با داد فریاد یا التماس یا اینا میشه یه کار. نه، نمیشه، اینطوری نیست. که کلام خدا واضح شفاف نوشته، اینا کانجا نوشته اینجا، نه منم، نه تفسیر، نه هیچ، همه اینا کاملا. خب پس گفتیم چی؟ گفتیم که اساس چیه؟ گفتیم بنبستا محل ملاقات دوبارن. اساس جهان بر 3 ستون استواره: تورات، نظام قربانی و عمل صالح. ما تورات رو داریم که گفتیم چرا، نظام قربانی رو داریم که گفتیم چرا، اما سومی رو ما باید اونا قسمت زیادش سهم خدا بود، انجام داد برای ما ناتوان بودیم و این فیض خدا بود، اما عمل صالح مال ما هستش. خب اما یه اتفاقی میفته. حالا ما اگر بگیم که این بدن یه درخت محسوب بشه که همینطور هم هستش، یا هر کدوم ما یک درخت محسوب بشیم که خداوند هم تو داره در موردش میگه، گاهی اوقات این درخت آفت میزنه و جالبه میوه بد میاره. ما توی حیاط خونمون توی ایران که بودیم، یه درخت تاک خیلی قشنگ خفنی داشتیم، عالی، سر تا سر حیاطمون رو پر کرده و سر تا سر حیاط از این انگورای سیاه که دلت میخواد بگیری ازش آب انگور توپ در بیاری بیرون، یا مثلا بذاری تو دهنت، مثل تو بتره که تو دهنت. اما متاسفانه هر سال که میوه میداد، میوهش گنجیده بود، میوهش نرسیده بود. اصلا من نمیدونم، اساسا این درخت فوق‌العاده زیبا بود، فوق‌العاده قشنگ بود، اما اساسا این درخت میوهاش یک قرون ارزش نداشت. گاهی ما آفت میذاریم، گاهی میوه بد، ببینیم خدا نظرش چیه. من بذار یه چیزی بگم، من دوست دارم بهتون پیشنهادی بدم. کلام خدا رو توی کتاب اشعیا و ارمیا اگه بخونی، قلب خدا رو، من خیلی روزا اونجا دیدم خدا گریه کرده، خیلی روزا دیدم قلب خدا، درد خدا رو احساس کردم توی این دوتا کتاب، مخصوصا ارمیا، و دیدم که خدا چه دردی میکشه برای نافرمانی ها، برای بیوفایی ها، برای اتفاقاتی که میفته. حالا اینطوری میگه اشعیا 5:4 اینطوری میگه: برای تاکستان من دیگر چه توان کرد که در آن نکردم؟ من چی کار باید برای تو میکردم؟ من که گفتم الهی قربون تو برم، من که گفتم که پسرم و قربونی تو میکنم، من چی کار باید برای تو میکردم؟ قوم من چه کاری باید برای تو میکردم که نکردم؟ اساسی ترین نیاز تو که ابدیت هست رو به تو دادم، اساسی ترین نیاز تو که هیچ کس نمیتونست هیچ کاری بکنه، تمام گناهان تو رو برداشتم. من چه کاری باید برای تو میکردم که نکردم؟ چه عملی باید میکردم؟ آیا بزرگتر از اینها داری؟ آیا تو با گرفتن مثلا 10,000 100,000 دلار راضی تری تا اینکه گناهانت و فیض خدا و ابدیت رو داشته باشی؟ آیا با گرفتن این جهان برای 5 سال 10 سال 15 سال نهایت 30 سال، بعد از اونم خب سنت میره بالا، خیلی لذت نخواهی برد از این چیزها، آیا راضی میشی؟ یا یک بدن عالی باربی بهت بدم، یا نه اصلا بیام تو رو بی نیازت کنم، یا نه تو رو قویت کنم، یا نه تو رو استوارت کنم، یا نه تو رو یه بدن خفنی بهت بدم، یه زندگی توپی بدم، یه زندگی، اینا راضیت میکنه؟ من بالاترین چیزها رو به تو دادم، من خودم رو بهت دادم، من خونم رو دادم، من جانم رو برای تو دادم. پس چون
دادم، منتظر بودم که انگور بیاورید. پس چون دادم و منتظر بودم که انگور بیاورید، چرا انگور بد آوردید؟ هم داستان درخت. ما هر سال کلی برای مثلا پدر من زحمتش رو میکشید، حتی تا یه تایمی بعد که ما یه دستی به سر روش کشیدیم درست شد. اما میگم هر زحمتی رو برای تو کشیدم، من همه کاری برای تو کردم، من روح القدس رو به تو دادم، تو لایقش نبودی، گناهان تو بخشیدم، روح قدوس من در تو ساکن شد، الزام بر تو اومد، من به تو جا دادم، به تو جایگاه دادم، به تو بدن دادم، به تو خانواده دادم، به تو رحمت دادم، به تو فیض دادم، به تو چیزی دادم که تو ابدالآباد نمیتونستی این رو دریافت کنی، بخشش گناهان تو دادم. اما چرا تو میوه بد آوردی؟ چرا؟ پس گوش بده، متی 7:19 اینطوری میگه هر درختی که میوه نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده میشود. هر درختی که میوه نیکو نه، من میدونید محبت خدا لایزال و تا ابد، اما محبت هم تا مقداری مستور میکنه. اولا بذار من یه چیزی رو اینجا به شما بگم، خدای ما در مسیحیت، در مسیح، در خداوند ما عیسی مسیح خدای ستارالعیوب نیست. یادتون باشه ما چیزی به اسم خدای ستارالعیوب در مسیحیت نداریم. میگه آنچه را که در پستوی خانه خودت پنهان کنی روزی بالا پشت آنها فریاد خواهند زد. جوری فریاد میزنن که گوشت کر بشه، جوری فریاد میزنن که همه عالم و آدم از حالت با خبر بشن، همه عالم و آدم. چون تو نمیتونی تقدس من رو، تو نمیتونی حیات من رو به تمسخر بگیری. من یه موعظه داشتم خدا رو نمیتوانست، خیلی دوستش داشتم اون رو، خدا رو نمیتوان استهزا کرد به هیچ عنوان. پس اولین چیزی که وجود داره اینه میوه. خیلی وقتا ما با انجام مراسمات مذهبی بدون روح، کارهای الکی، چیزهایی که هیچ روحی توش نداره. بدونی این کلام خداست و نجات میده، میدونستید اینو دیگه، اینو همه تون میدونید، اما همین کلام میکشه. این کلام بدون روح القدس میکشه، همین این بدون روح القدس میکشه. انجام مراسمای مذهبی که خدا توش نیست هستن، میوه بده، میوه آفت زده از کارهای انسانی، مخلوط کردن کارهای روحانی با دیدگاه‌های انسانی خودت کشنده است. پس این یعنی میوه بد، یعنی خدا میگه من متنفرم، من با تو تعارف ندارم. اما یه طرف دیگر هم وجود داره، اون طرف اینه گاهی ما اصلا میوه نمیاریم. این دیگه اوضاع دیگه خیلی خیلی داستانه. شما متی 21:18 تا 19 رو خونه، گاهی اوقات اونو میخونن و میگن عیسی چرا رفت این درخت رو گفت لعنت بر تو و خوش شد و دیگه فردا نبود. چون خدا با من و تو تعارف نداره، هر کسی که میخوای باش، خدا هیچ تعارفی نداره. خدا تو رو آورده اینجا میوه نیکو بیاری و جلالش رو نشون بده. خدا آورده تا تو نمونه ای از خدا روی زمین باشی، اما نمیتونی با فکرهای انسانیت و موضوع و قلب خدا رو آمیخته کنی و به خورد مردم بدی، نمیشه. پس اینطوری میگه اون درخت انجیر وقتی رفت پر از برگ بود اما هیچ میوه‌ای توش نداشت. من آدم‌های اینجوری زیاد دیدم، بیش از 70 تا 80%، شاید 75% اونایی که ایمان میارن تولد تازه رو ندارن، اون حیات تازه رو تجربه نمی‌کنن و این درد کلیساست. من یه بار این رو اینجا گفتم.
اون زمانهاییه که ما به جای اینکه نور جهان باشیم، میدونی چی هستیم؟ میشیم تاریکی جهان. بعد میریم داخل اون یعقوب که میگه زیرا یه بسیاری آمدن و فیض خداوند ما رو تبدیل به فجور کردن. بعد میریم جای دیگه میگه که زیرا آنانی که عطای سماوی رو چشیدن و قدرت‌های عالم آینده رو دیدن و در خدا یافت شدن، اما افتادن و دیگه نتونستن بلندشن. اینطوری میشه و به جای نور ما تاریکی تولید میکنیم. گاهی که میوه نمیاریم این شکلی هستش. میدونی وقتی میوه نمیاریم ما طبق فکر خودمون حرکت میکنیم، طبق اون منیت ها و خودخواهی ها حرکت میکنیم و این کار رو میکنیم، آبروی مسیح رو میبریم. به جای اینکه نور جهان باشیم تاریکی جهان میشیم. به جای اینکه نمک تولید کنیم، میدونید چی تولید میکنیم؟ شکر تولید میکنیم. نمک نمیگنده، اما اینقدر شکر به زمین و زمان میزنیم که همه چیز رو فساد میگیره، همه چیز فاسد میشه، همه چیز داغون میشه. پس شبیه مردم دنیا میشه. بعد ناامیدی رو گسترش میدیم، بعد میایم ترس رو تا دلت بخواد توی مردم شائع میدیم، تو دل همه رو میترسونیم. بعد میایم مسیرهای اشتباه و متکبر میشیم، متکی به خود میشیم و بعد اینطوری میگیم ما هیچ نیازی به قدوسیت و به این کارهای این کسی که اینها رو نوشته نداریم. میدونید اونجا خدا یه حرکتی برات میزنه. میدونی چی کارت میکنه؟ اونجا تو رو به بنبست میکشونه و خدا رو شکر برای اون بنبستا تو رو میکشونه توی بنبست تا با تو. میدونی چی کار کنه؟ برای چی تو رو به بنبست میکشونه؟ ما این خدای احیا کننده است، یادتون باشه. این خدای احیا کننده است. توی تمام تورات رو میگردی اینطوری میگه من خداییم که تو رو آزادت کردم، من از مصر بیرون آوردم، من تو رو تولیدت کردم. خیلی درباره این صحبت نمیکنه. به خاطر چی تو رو میکشونه توی بنبست، تو کوچه بنبست؟ به خاطری که تو رو احیا کنه. اگر امروز درد میکشی، اگر امروز در بنبستی، در دردی، در مشکلی، در موضوعی، در هر چی که هستی، اینو یادت باشه. بنبست محل ملاقات های دوباره هستن. اینو بفهم، اینو متوجه باش. ملاقات های عجیب. گاهی تو بنبست های قرار گرفتم که ترجیح میدادم بمیرم. شما نمیتونید عمق کلمات من رو بدونید دقیقاً چی دارم میگم. گاهی بنبست هایی که فقط دوست داشتم نباشم و فریاد زدم اگر تو خدایی و اگر که تو من رو نجات دادی، آیا تا به امروز زندگیم رو به تو تقدیم نکردم؟ آیا من این کار رو برای تو، آیا از روی قلبم با تمام وجودم خواهش میکنم همین الان راضی شو و من رو با خودت ببر. اما خدا میخواد چیکار کنه؟ میخواد احیا کنه. میبره توی بنبست. برای چی؟ برای اینکه تا تو رو هرس کنه. گاهی اوقات تو بنبستاست که فقط هرس میشی، چون اگه تو کوچه بیرون باشه، تو کوچه خلوت، تو اون کوچه تنگ است که راه فرار نداری. تا رو بچه‌ها دنبالت کردن که تو کوچه گیرت بندازن بزننت. اونجا دقیقاً پسرا میدونن من چی دارم. یار خدا شکر دخترها حالا تو ایران زیاد چیزی نیست، دعوای اینا نیستن. بنبستا میدونید یاداوریه کی بودی، چی بودی، چی کار کردی، از کجا اومدی. بنبست جاییه که خراب میکنه. در واقع خدا میاد و با بولدوزر ته کوچه بنبست میزنه، تو رو داغونت میکنه. به خاطر چی؟ تو رو بکشه؟ نه، تو رو بنات کنه، دوباره بنا کنه، درست بنا کنه. برای اینکه به تو بگه تو نوری، تو نمکی، تو تاریکی نیستی، تو شکر نیستی عزیزم که هر کسی بیاد از تو خوشش بیاد یا خوشش نیاد. باید کارهای تو رو ببینن، کارهایی که روی قلب من هست، روی قدوسیت من هست، تا من رو جلال بدن. پس به تو بگه تو نور و نمکی، تو نور و نمک جان. پس بلند شو، خودتو تفتیش کن، خودتو تفتیش کن. تو بنبستایی که هستی خودتو تفتیش کن. چرا اینجا تو بنبستا؟ خودتو چی میخوای؟ میدونی چرا میخواد میبرت تو بنبست؟ به خاطر اینکه راه تو رو عوض کنه، مسیر تو رو عوض کنه، افکار تو رو عوض کنه. دوباره شروع کنی به تولید نمک، دوباره شروع کنی به تولید نور به این جهان. تمام اینا برای میوه آوردنه.
درختی که شته زده، آفت زده، میوه نمیتونه بیاره. حتما باید که هرس بشه، باید که احیا بشه، باید که گاهی اوقات میدونید درختایی که اینطوری هستن رو میبرن و یه چیز دیگه بهش پیوند میزنن. پس دقت کن به اینا، به این چیزا دقت کن. همونطور که هر چیزی ببخشید من رو، شما احتمالاً دادگاه رفتید، همه شما. یه چند وقت پیش بود یه اتفاقی افتاده بود برای دانیال و ما مجبور بودیم بریم دادگاه و رفتیم دادگاه و اون قاضی اینطوری گفت خب اینایی که گفتید، شما اینو گفتید، شما اینو گفتید، اما این باید ثابت بشه. آیا شما شاهدی دارید؟ به طرف مقابل گفت نه من شاهدی ندارم، کسی نیومده با من. به دانیال گفت شما شاهد داری؟ گفت بله دوست من بیرون هست و شهادت میده. دوستش با پدرش اومدن اونجا و نشستن و شهادت دادن به این که چه اتفاقی افتاده. پس تمام اینها برای این هستش که آنچه که گفته میشه باید ثابت بشه و به قاضی ثابت شد که چه اتفاقی افتاده و تونست حکم بده. پس میوه تو باید دیده بشه، میوه تو باید آورده بشه. هر فکری، هر ادعایی، هر صحبتی، هر عملی، همه چیز روی اینجا دادگاهه. اینجا دادگاه. عیسی، مرگ عیسی روی دادگاه بوده، روی میز قاضی بوده. خونی که ریخته شده پاشیده شده رو میز قاضی. همه چیز تو دادگاهه. فیض رو دادگاهه. اون تختی که روی قدس اقداس هست 2 جنبه داره. وقتی کاهن وارد اونجا میشه و خون رو میپاشه، اونجا هم تخت رحمته، هم تخت داوریه. اگه کاهن با گناه وارد بشه، هم اونجا سقط میشه و میفته و میمیره. میافتاد و میمون. الان که اینطور نیستش. پس همه چیز باید ثابت بشه. برادر من، خواهر من، زندگی تو در مسیح باید ثابت بشه. شوخی نداره. مسیحیت شلوولی نه به درد خودت میخوره، نه مال من، مال تو، مال هر کسی، نه به درد کس دیگه ای میخوره. همه چیز باید ثابت بشه. در واقع توی لاویان یه آیه بسیار زیبایی داریم، اینو تقدیم میکنم به همتون. لاویان فصل 23 آیه 11 میگه این بافه نوبر میوه است. اون چیزیه که میاد، این بافه نوبر میوهی هستش که یک کشاورز خدا برکتش میده و اون میره بافه رو میاره به حضور خدا و ببین چه اتفاقی میفته. میگه و بافه را به حضور خداوند بجنبارد تا شما مقبول شوید. میوه تو باید این هدیه جنبانیدنی بهش میگن، اینو باید جلوی خدا بجنبونیش. صبرت رو، ایمان، محبت، فروتنی، پرهیزگاری باید این رو جلوی خدا بجنبونی، باید دیده بشه، باید ثابت بشه. آیه توی خونتونی و من خدا رو شکر هللویا من مسیحی هستم، بعد زندگی روزانه رو داشته باشی؟ نه برادر جان، نه خواهر من، اینطوری نیست. آنچه که میگه باید ثابت بشه. میگه پس مقبول شه در فردای بعد از سبت کاهن اون را بجنباند. خودتو کاهن هستی، خودتو اون بافه رو، اون میوه رو جلوی خدا میجنبونی، دیده بشه. کی میبینه اون رو؟ خدا و مردم، هر دو. یادت میاد وقتی تعمید گرفتی، اون کسی که تعمید داد اینطوری گفت شاهد باشید و شهادت بدهید امروز که این آقا یا این خانوم امروز در نام پدر، پسر و روح القدس تعمید گرفت. شاهد مردم باید ببینن و شاهد باشن بر آنچه که گفته شد. اگر میوه تو دیده نشه، پس خدا چطور روی میز دادگاه برای تو بیسته؟ چجوری بیسته؟ اینطوری الان بهت میگم. ایوب 1:8 رو نگاه بکنید. کتاب ایوب 1:8 خدا داره در مورد ایوب شهادت میده. بعد یه روزی در مورد تو هم شهادت بده. اینطوری میگه آیا بنده من ایوب را دیدی؟ در تمام زمینی که مانند او کسی مانند او پیدا نمی شود. او از من می ترسد و از هر گونه کار بد دوری می کند. شهادت خداست.
این آن چیزی که ایوب به عنوان یک بافه جنبانیده دیدن، مردم دیدن، پسرانش دیدن، خانواده‌اش دیدن، خدا بهش شهادت داد. خدا باید بهش شهادت بده. با این رو میز دادگاه است. من باز و باز و باز و باز و باز و هزار باز این رو میگم. به همین دلیله که یونس رو در دل ماهی برای 3 روز نگه داشت تا اون یونس 2:9 اینطوری میگه یونس برای تو، آخرش اینو گفت، برای تو قربانی خواهم کرد و نسل‌های تو رو به جا خواهم آورد. این گونه شد که خدا با یونس دوباره صحبت کرد در فصل 3 و مأموریت او رو دوباره تجدید کرد، چون دوباره این بلند شد به حضور خداوند. به همین دلیل بود که پولس رسول رو خدا بردش داخل بنبست. یونس رو برد ته کوچه بنبست. ایوب رو برد ته کوچه بنبست. سولوس شاول رو برد ته کوچه بنبست تا از ته کوچه بنبست یه پولس در بیاره بیرون. ها به این گونه خدا دربارش اینطور بگه. بعد از 3 روز که او رو کور کرد، بعد میگه فرس از چشمانش افتاد و دقیقاً آیه بعدش اینه. بعد که آیه 19 میگه فرس افتاد و آیه 20 اینطوری میگه و بیدرنگ شروع کرد در کنایس به عیسی موعظه می نبود. خدا داره شهادت میده، روح القدس داره شهادت میده. بیدرنگ. بعد اینطوری میگه به خاطر اینه تو همین میگه خدا تو اعمال 9:15 اینطوری میگه او ظرف برگزیده منه. اگر که چون خودش رو انکار کرد، وقتی خودت رو انکار میکنی اونو بلند میکنی به حضور خدا. وقتی ایمان، محبت، فروتنی، پرهیزگاری رو به حضور خدا بلند میکنی، وقتی صبر خودت رو نشون میدی، وقتی قوم خدا رو محبت میکنی، وقتی رحمت رو نشون میدی، خدا درباره تو شهادت میده. به خاطر همین بود خدا اونا رو برد توی کوچه. به همین دلیل بود که خدا داوود رو کرد ته کوچه بنبست. ناتان رو فرستاد تو ته کوچه بنبست، بهش اینطوری گفتش داوود یا تسلیم شو یا موت ثانی، یا تسلیم شو یا موت ثانی. عنوان پیغام ما چیه؟ بنبستا محل ملاقات دوره. خدا با تمام دلش داوود رو دوست داشت. خدا با تمام دلش تو رو دوست داره. اگر امروز ته کوچه بنبستی، خدا خیلی دوست داره تو رو. میخواد که از تو یه چیزی در بیاره بیرون. میخواد آفت رو از تو برداره. میخواد بی میوهی، بی بحری رو از تو بکشه بیرون. خدا میخواد از تو یه چیزی در بیاره بیرون تا نامش رو جلال بدی. داد نزن، فریاد نزن. میدونم سختی ها زیاده امروز، مخصوصا تو ترکیه، توی موضوعاتی که وجود داره، توی شاید ناعدالتی، شاید من نمیدونم، تو هر چیزی اصلا مهم نیست، چه چیزی اصلا مهم نیست، اما تو مهم اون بنبسته است، مهم خداست. اگه بهش باور داری، اگه بهش باور دارم، اگه بهش باور داریم. ناتان اومد اینطوری گفت داوود تو هنوز خدا رو نشناختی. داوود همین تو هنوز نشناختی قلب محبت پدر رو. تو هنوز اینو متوجه نشدی. دوم سموئل 12:9 اینطوری میگه چرا کلام منو خار شمردی؟ تو اوریا رو به شمشیر زدی و زنش رو برای خودت به زنی گرفتی. 12:10 اینطوری میگه تو منو تحقیر کردی. بیا بریم تو ته کوچه بنبست، باد کار دارم، بیا بریم. اگر امروز ته کوچه بنبستی، آیا حاضری باش ملاقات کنی؟ آیا حاضری خودتو تفتیش کنی؟ آیا آماده ای تا از اون بی میوهی، از اون میوه بد تو میفهمی؟ من و تو، ما همه اون میوه نیک و بد رو خوردیم. لازم نیست که بخوام برم بگم بردر مرداد، بردر میسم خواهر، فاطمه خواهر، بردر حسین بردر خواهر، بردر وحید بردر شاه. این به نظر شما این کار من غلطه؟ من تو میفهمیم، همه میفهمن. خیلی وقتا نمیخوایم به میوه بدمون نگاه بکنیم. داوود 12:13 اینطوری میگه به خدا گناه کردم، خدا ببخشید اگه میوه بد آوردم، هر کس خودش رو تفتیش کند. قرنتیان فصل 11 میگه بچه های من، خدا رو نمیتوان استحضا کرد.
14 سموئل اینطوری میگه، دوم میگه داوود به شدت میگه به شدت در تنگی هستم. اگر امروز به شدت در تنگی هستی، نگاه کن به میوه‌ای که داری. اگر به شدت در تنگی هستی، باید من یه چیزی به تو بگم، از اینجا تا به اینجا باید صفر بشه. صفر. هیچی نباید بمونه. هیچی نباید بمونه. نمیتونی اینطوری ادامه بدی. هیچی نباید بمونه. پس خودت رو تفتیش کن. میوه‌هاتو نگاه کن. فرقی نمیکنه کی و کجا. حتی یه روز ایمان آوردی، یک هفته است ایمان آوردی. نگاه کن، اگر که خیلی برگ داری و میوه نداری، خیلی خطرناکه. به دعا کنیم. خداوند قدوس قادر مطلق رب جلال، خدایی که فکرهای تو فوق از فکر انسان است، خدایی که خدای رحمت، خدایی که ستارالعیوب نیستی، تو رو شکر میکنیم که تو ستارالعیوب نیستی. تو رو سپاسگزاریم که تو ستارالعیوب نیستی و تو اجازه نمیدی ما در فساد بمانیم. همونطور که اجازه ندادی پسر تو در فساد بمانه، اجازه نمیدی ما در فساد بمانیم. ممنون هستیم برای رحمت تو. تو خدای عجیب هستی. سپاسگزار تو هستیم. خواهش میکنم که این نان رو تا به ابد به ما بده، تا روزی که در حضور تو برسیم. به نام عیسی مسیح. آمین.